ایدم مدتش سانگ زراندم و ایدی من قطی بلاگرام اگذره بس سر خونه اپای گلاف رفتم و اجویت تر شدم و خونه برومدیم برای که ما بر وقتی بعد برومده بودیم کم تر تا سمونی را قدم زدیم تا همه دختر رو جمع شوند دیگه هم خودش داد کردن که اپای گلاف ای بکوی را تلفنش خالی کرده است بالا پای تمیریز به سرمون اومد و همه دخترای تا جمع کرد وید گردکی ما سر شد یکمی خونه زهراشون رفتیم بعد اپای منجاخ چرسان و دیمین سیمی خونه را گشتنش سر کردیم یک خدمون نمیدونستیم که اینجا خونه کیه و ده همه خونه ها موضوع برای خوشبخت شدن همه دخترا دوام میکرد و آخر دم اپای ترا اومد و هممون یک جای اید گردک سر کردیم خدمون نمیدونم خونه کی نکیایت قشلقای دوری وحدت رفتیم پروسترش را موقت رفتیم و هم عصبی رسیدیم بعد کمتر استراحت کردن و خوردن خیلی دوالی شدیم و ایو قشلق برومدیم در چند جا صورتگیری ایستادیم و بعد ادرس گرفته خانه فرزانشون رفتیم دیگه همان نسرینشون در جا اومدگی ایو گشتن در شهر سر کردیم این خانه چهارم بود یا پنجم فراموش کردم شما در کامنتاریا بنویسین خانه دیگه که رفتیم خانه اپای میجگونشون بود که خیلی دوجه شیشتا گپ زدیم و او جام برومدیم و یه جای دیگه که ما رو ایسه هجدت کرده استابدن خانه اپای پروینشون رفتیم و یارم گرفته ایدگردگی خدمونا دوام دادیم ادرس رو گرفته در دیگه خانه هم رسیدیم که همه چی بدیل اپای گلاف بود آخرام بعد دهمین خانه قطعی اپای گلنوزه طرف خانه ما رفتیم مرد خانه آن رساندن خچون رفتن همین قم مونده این روزه تمام کردم